ایناشو بزنیم بالا. خواهیم ماشین رو توربو کنیم. خواهیم ماشین رو توربو کنیم، اینشو بزنیم. یه فن خیلی پرقدرت پیدا کردیم. اینو بزنم اینجا، اینم باید بزنیم به بدنه. اینو ثابت کنم تکون نخوره. میبینی ثابته. اینو بزنیم اینجا. خیلی قدرت زیادی داره. خب کجا بزنیم به نظرتون اینو؟ ما میایم اینجا میخوایم وصلش کنیم. اونو در بیاریم، بیایم یه کاری کنیم. این در میاد. این آب نشه. یه دسته کار کردنم سخته ها. همیشه آدم دو دسته کار میکنه. حالا این کلیپ رو میخوام واسهتون بگیرم که شما هم ببینید شاید. خب نظرتون اینو میخوایم بذاریم اینجا. گیر میکنه خودش. ببینید سمت بادش کدوم بره. اینو میخوایم بزنیم اینجا. بادش این سمتیه، داره به سمت ما میاد بادش. پس اینو برعکس بچه‌ها بزنیم. اینو میزنیم اینجا. بادش به سمت ماه. وایسید اینشو بزنم. اینو ببینیم چجوری میشه. اومدیم مثبتش زدیم به اینجا، منفیش هم زدیم به اینجا، خودش هم اینجا دیگه روشنه. خب حالا سیمش هم یه جا بذاریم دیگه. بذاریم اینجا نخوره. سیمش هم میکنیم. سیمش هم آوردیم کردیم اینجا. برای کار یه تستش کنیم. خب ببینیم چجوری میشه. فرمونم صاف کنم. ماشین خیلی بیشتر گاز میخوره. صداش احساس میکنم زیاد شده. بریم یه تستم بگیریم ازش. گاز بدیم ببینیم چجوریه. شتابش خیلی زیاد شده. این سمتی بریم. خب اینجا تست رانندگی بگیریم ازش. خب بریم 0 تا 180 تست بکنیم. شتابش احساس میکنم خیلی بیشتر شده. قشنگ آدمو میخ میکنه و عقب. یه دونه گاز میدی عقب جلو میشه. این ماشین ها آمد جلومون. خب حالا دوباره گاز بدیم. احساس کنم دیرتر داره میگیری، یا به خاطر قدرت ماشینه، به خاطر چیه نمیدونم، ولی رو شتاب خیلی تاثیر گذاشته. فکر کنم یه 5 از 10 اسبی رو ماشین اضافه شده.
یه مقدار قوی تر گنده ترشو بذارم فکر کنم خیلی قوی تر بشه. تستش کنیم ببینیم چی جوریه.